سلام دوستان، من یک ویدیویی از این آقا مود ماشین برای جی تی وی. خب برای این مود ما نیاز به ویچان اسپانر داریم و که میتونی از سایت راکستار گیم داتایر دانلود کنین و یا گیم کیو دانلود کنین. ماشینم به صورت ادآن هست، میتونی از هر سایت دانلود کنی ادآن باشه، گیم کیو. من بی ام و آوردم براتون. خب اول از همه وارد پوشی بازیتون میشین، اوپن فایل لوکیشن و یه همچین جایی براتون میاد. خب ویچان اسپانر رو میارین، داخلش کلیدی میارین، اینا رو همه میکشین داره پوشی بازیتون. صبر میگه تا بریزه و اینا رفت. حتما دوستان برای این کار گیم کامپینگ نیازه. اگه یه ویدیو ساختم لینکش داخل دیسکریپشن هست، اگه اون نباشه گیم کامپینگ. خب ما پوشی بازی میکنیم، اوپن آی وی رو باز میکنیم. اون ویدیو در بازیمون چطوری آقا نست ماد کنیم دیگه. ویچان اسپانر نمیخوایم، یه خود فایل ادآن ماشینمون میخوایم. خب حالا اینجا چیکار کنیم؟ اینجا خودش نوشته اینا چه بریم آپدیت اکسسچار DLC پکس. ما بریم به آپدیت اکسسچار DLC پکس. خب این فایل رو میکشین، اگه دینه ادیت مود رو بزنین. حالا زمان رمزش باید دانلود کنیم، کپی کنیم. خب بعد میکشیمش اینجا، پسورد میزنیم. خب الان این ریخت. خب حالا اینجا هم تموم نشده کار ما اینجوریه. خب حالا میریم مسیر آپدیت RPF شوین مود فولدر. برای شما اول بار کپی تو مود فولدر یا کامل. خب کپی تو مود فولدر، حالا وارد کامل میشین. دیتا اینجا یه پوشه بدن DLC دیس پیدا میکنیم، روش راست کلیک ادیت رو میزنیم. خب اینجا بیایم وارد پوشه میه قرار ابراش. خب اینجا این پوشه ردمین تکس رو پسورد رو میزنیم، سب میکنیم تا وارد. خب یه همچیزی با خواستشون همین بار میاد. خب میایم پایین دنبال یه چیز بگردیم. کجاست؟ اینا آیتم DLC و اینا کپی بیکنیم. اینا میایم پایین. روی آخرین چیزی که دارین یک کلیک یه اینتر رو میزنین. حالا اونجا پیستش میکنین که قشنگ اینا راست هم دیگه شد. DLC پکس سیو بده. الان ماشینشون کامل شد. من ویدیو رو کات میکنم بعد نشونتون میدم. وارد بازی بدون هیچ مشکلی. قبل که اینا بزنید باید گیم کامپینگ ویدیو رو لینکش میذارم قبل اینکه ما بزنیم اینجا. خب اینجا F5 رو میزنین. اینجا میاد تو سرچ خب اینجا ماشینه که ما ماشین قبلا داشتیم. ما بتمن این هاست. ما باشه بتمن من بیم بریم. این آقا من این رو آقا